این سریع ترین ماشین دنیاست که رانندش باید لباس فضانوردی بپوشه. هیولایی به اسم SRT دوج تاماهاک، ماشینی که قوانین فیزیک رو به چالش کشیده. با اینکه وزنش فقط 750 کیلوگرمه، 2500 اسب بخار قدرت داره و میتونه به سرعت بی‌نظیر 650 کیلومتر بر ساعت برسه. جالب اینجاست که برای تحمل نیروی جی این سرعت، راننده باید لباس مخصوص فشار بالا بپوشه. دقیقاً مثل فضانوردها یا خلبان‌های جنگنده. این ماشین در 3 مدل شهری با توان 1000 اسب بخار، مدل پیست با توان 1500 اسب بخار و نسخه تقویت شده با توان 2500 اسب بخار تولید شده. طراحی آیرودینامیکش اونقدر پیشرفته است که پنل‌های بدنش موقع حرکت مثل بال‌های جنگنده تغییر شکل میده تا در سرعت‌های دیوانه‌وار کاملاً متعادل بمونه. حالا شما بگید آیا جرأت رانندگی با سرعت سرسام‌آور 700 کیلومتر بر ساعت رو داری؟ اگه به این سبک از موضوعات علاقه‌مندی، خوشحال میشم با راست فکت همراه بشی.